در شهر سیمفروپول نیم جزیره کریم، طرفداران وحدت اوکراین بر ضد نظرخواهی 16 مارس که در آن مسئله پیوستن این منطقه به روسیه مطرح خواهد شد، گرد همایی تشکیل کردند. آنها مقامات رو به مسکو منطقه را با تنظیم سنزور متهم می‌کنند، زیرا مقامات پخش برنامه‌های رسانه‌های اوکراینی را منع نموده و جای آن در سراسر کریم برنامه‌های بازتای خبری روسیه را پخش می‌نمایند. کشورهای غربی مستقر شوی نیروهای روسیه در کریم را محکوم کردند. در شهر سنت پترزبورگ روسیه، هواداران شبکه اطلاعاتی لنتا رو به نشان اعتراض از برکناری سردبیر این نشریه الکترونی مستقل گرد همایی فردی تشکیل کردند. اعتراضگران هر یکی از دیگرش دور می ایستاد تا مقامات آنها را با شرکت در جمع آمد بدون اجازت متهم نکنند. هفته روان اعلان شد که صاحبان لنتا رو از ارزیابی حوادث اوکراین قناعتمند نبوده، سردبیر سابقه‌دار این شبکه گالینا تیمچنکو را به استعفا می‌فرستند. در ولایت غربی انبار عراق، برخوردهای نیروهای امنیتی و متفقان قبیلوی آنها با آشوبگران سنی مذهب ادامه دارند. در عرفه سال نو میلادی، آشوبگران بعضی بخش‌های شهرهای رمادی و فلوجه را تحت تصرف درآورده، حکومت مرکزی این کشور را با تهدید جدی مواجه نموده‌اند. در شهر کابل، پلیس اتحادیه اروپا به وزارت کارهای داخلی افغانستان 3 ماشین زره‌پوش تقدیم کرد. مراسمی با تنتنه تسلیم زره‌پوش‌ها در قرارگاه پلیس اتحادیه اروپا برگزار گشت. رهبران نمایندگی پلیس اروپا میگویند در حالی که افسران پلیس افغان مسئولیت تأمین امنیت را بر دوش میگیرند، تجهیزات معاصر برای تحکیم نظم و ثبات افغانستان کمک خواهد کرد. در یک آسایشگاه سیاحی سوات واقع در شمال و غرب پاکستان، جشنواره ورزش زمستانه آغاز یافت. پایگاه لیژرانی ملم زمستان سالهای 2008 و 2009 بسته بود، زیرا در این منطقه عملیات نیروهای ارتش پاکستان بر ضد طالبان محلی جریان داشت. مسئولان جشنواره امید دارند که این چاره‌بینی سیاحان داخلی و خارجی را به زیارت از ولایت خیبر پختونخوا و دیگر گوشه‌های پاکستان تشویق خواهد کرد.